ادامه. نقاط چند در حاشیه رساله غرب زدگی. با پیشنهاد و توصیه دوست ارجمند و گرامیم رایزن محترم فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان جناب آقای دکتر محمد حسین امیر اردوش سعادت برگردان رساله جلال علی احمد غرب زدگی نصیب صاحب این قلم گردید. هر سطری از این نامه را با محبت و دقت تمام و دردمندانه مطالعه می کردم و انگشت تأسف به لب می گزیدم که چرا بنده و ایده زیاد از روشنفکران تاجیک با آثار گرانسنگ این متفکر سترگ تا امروز به طریق باید و شاید آشنایی نداشته ایم. درست است که در آغاز سده 20 میلادی و بعد از آن نیز اهل سخن در تاجیکستان با نامهای تابناک مثل سعید نفیسی، علامه دهخدا، پرویز ناتیلی، خانلری، چوبک، اسلامی ندوشن و امثال آنان آشنایی حاصل کردند و کم یا بیش از محصول اندیشه‌شان بهره ها بردند. در ایران گرامی نیز نمونه های از آثار ادیبان ما خوشبختانه به دست همتایان ارجمندشان رسیده. به طور مثال استاد نفیسی نشر تذکره تاریخی علامه صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک را که سال 1925 در مسکو به فارسی چاپ شد به زودی در تهران صمیمانه معرفی کرد و گفت: من می توانم با کمال جرأت بنویسم که از طرف کافه ادبای ایران مأمور هستم عرض کنم که هر چیز زودتر بین محافل ادبای ما با ادبای تاجیکستان روابط صمیمی و جاودان باز شود و می دانم که ما تا چه اندازه مغبونیم که در این مدت از ادبا و شاعرای پارسی زبان تاجیکستان غافل بوده ایم. تاجیکستان در مسیر تاریخ تهران 1380 هجری صفحه 39. پروفسور خداینظر اساس‌زاده از پیوند ناگسستنی میان نمایندگان سه حوزه ادبیات فارسی ایران، افغانستان و آسیای میانه اظهار خوشنودی نموده می نویسد که استادان عینی، نیما، لاهوتی، هدایت، محمود طرزی و خلیل الله خلیلی نمایندگان شناخته این سه حوزه ادبی می باشند که همگان به فارسی می نوشتند و محیط فرهنگی کشورهایشان در آثارشان در حد مطلوب انعکاس یافته است. اقتباس: اساس‌زاده، هدایت و دنیای ایجادی او، دوشنبه 2007 صفحه 9. همینطور در تالیفات اغلب پژوهندگان ادبیات ایران از جمله دانشمندان روس روزنفلد، ت کشلیاکووا، کمیساروف و دیگران نیز از برد و باخت آثار ادیبانی که نامشان در بالا ذکر شد مطالب جالب به زبانهای روسی و فارسی به نشر رسیده است. اما با کمال تأسف در تاجیکستان و تعداد از کشورهای شوروی سابق غفلت و ناآگاهی های در رابطه با شناخت جلال علی احمد و نشر و ارزیابی آثار ارزشمند ایشان پیش آمده است که این غفلت نابخشیدنی است. به نام صاحب قلم چون جلال علی احمد در ایران سخن آفرین و سخن پرورش افتخار میکنند و نویسنده تیراز اولش مینامند. در این دیار هیچ خواننده صاحب ذوق نیست که در گذشته و امروز داستان یا رمان یا رساله و مقاله از این نابغه دوران خیش نخوانده باشد. او را راهبر معظم انقلاب جلال علی قلم نامیدند و گفتند بهترین سالهای جوانیم با محبت و ارادت به آن جلال علی قلم گذشت. انجام اقتباس: ایشان موضوعات چون نقش‌آفرینی فرهنگی جلال، واپسین مکتب فکری او و جالبتر از اینها نقش افکار و اندیشه های عالیشان او را در بسترسازی برای انقلاب ستودند. فرموده ایشان بازگو کننده نکات مهم است که می تواند جلال پژوهان را مددگار باشد. زندگی نامه این ادیب عالی نظر اما کوتاه عمر به فرموده مولانا کوه و کوتلهای فراوان دارد. مهمان است که او در زندگی و آثار جاودانه اش همچون یک مسلمان واقعی و میهم پرست توانا و جسور و با متانت چهره خیش را به ما نمایاند. صاحب نظران آثار جلال علی احمد را در 5 موضوع طبقه بندی کردند: قصه و داستانها که در مجموعه دید و بازدید،
1324 فراهم آمده و 7 بار چاپ شده و همچنین قصه و حکایت های رنج که میبریم 1326، ستار 1327، زن زیادی 1331، سرگذشت کندوها 1337، نون و القلم 1340 رمان تاریخی است. نفرین زمین نیز رمان است و سال تالیفش 1346 خورشیدی می باشد. افزون بر اینها 5 داستان از او در سال 1350 2 سال پس از مرگش به چاپ رسید. مجموعه قصه های کوتاهش 40 توتی اصل در همکاری با همسرش سیمین دانشور در سال 1351 نشر شد و رمان کوتاه تحت عنوان سنگ برگور آخرین اثر داستانی اوست که در سال 1360 به زیور چاپ آراسته گردید. مشاهده ها، سفرنامه ها، مقاله ها، کتاب های تحقیقی، ترجمه ها، خاطرات و نامه ها نیز بخشی از آثار جاویدان آل احمد را در بر دارد که در عمر اندک یعنی در 46 سال زندگی به یادگار گذاشت. واقعا جای تأسف است که ما همزبانان این نویسنده ممتاز تا امروز از تالیفات آموزنده و عبرت بخشش بی‌نصیب بودیم. اینک نخستین اقدام در این مسیر برگردان و نشر رساله غرب زدگی ادیب تواناست که با تشویق دوستی ارجمندم دکتر اردوش از فارسی به کریل یا سریلیک برگردان شد. ناگفته نماند که همه نواقص و حتی فاجعه های وخیم ایران روزگار رژیم های منحوس قاجار و پهلوی که در رساله حاضر با لحن تند و تیز مورد تحلیل و ارزیابی عمیق و گسترده قرار گرفتند، در ایران فعلی از برکت پیروزی انقلاب اسلامی پاککاری گردیدند. ایران اسلامی نه فقط سایه نحس و ننگین فرهنگ و سیاست غربیان روبه مجاز را ازا تعبیر از استاد میرزا ترسونزاده است که نیم عصر مقدم فرموده میکند این غربی روبه مجاز دست طمع سوی هندی دراز. انجام ازا از بطن جامعه خیش برکند، بلکه امروز جهت رشد به مثل مانند اقتصاد و حفظ اصالت فرهنگ خیش از تهاجم فرهنگ بیگانه توانمندی های شایسته از خود نشان می دهد. اما پیامدهای ننگین غرب زدگی امثال واماندگی اقتصادی، بحران روحافزون مالی، ناتوانی و بیکفایتی در بازسازی و اعمار یک جامعه دلخواه هنوز هم در اکثر کشورهای شوروی سابق و بعضی از ممالک آسیا و افریقا حکم می‌راند. مزدوران غرب زده دولت‌های این مناطق به فرمود حضرت اقبال لاهوری جبین خود به درگاه فرنگ می‌سایند و دست طمع از دامان او بر نمی‌دارند. اقبال اهانت بر مزدوران غرب می‌کند و می‌گوید اگر این آب و جاه از فرنگ است جبین خود منه جز بر در او. سرون را هم به چوبش ده که آخر حق دارد به خر پالنگری او. غرب زدگی جلال آل احمد هرچند از تالیف و نشر آن قریب نیم عصر سپری می شود، باز هم پاسخگوی نیازهای مبرم کشورهای جهان سوم محسوب می شود. غرب زده که این ادیب صاحب نام و ژرفاندیش مورد حمله تند قرار داده است، فرد معمولی روزگار او یا روزگار ما نیست و به قول نگارنده و عضو از اعضای دستگاه رهبری مملکت است، اما پادر هواست، ذره گرد است معلق در فضا، یا درست همچون خاشاک بر روی آب که عمق اجتماع و فرهنگ و سنت رابطه ها را بریده است. چیزی است به رابطه با گذشته و به هیچ درک از آینده. جلال عالی نظر در ادامه این حکم خیش سوال مطرح می سازد. لابد ناچار می پرسد که پس چگونه به رهبری قوم رسیده است و به این پرسش خود آشکارا پاسخ می دهد. رسم است که هر چیزی که سبکتر است روی آب می براید. غرب زده که جلال آل احمد با تمام نیرو به کتککاریش پرداخته است، مصداق قهرمان رمان نویسنده شناخته قرغیز و شوروی سابق آقای ایمتوف است که شمال حادثه بر هر سمتی که بچرخد روی این منقورت یعنی غرب زده به آن سمت است.
و او را در رمان چینگیز ایماتوف به خیلی منکورد شدگان وارد می سازد که معنایش اصالت باخته، فراست گسسته، بیشعور، بی‌هویت، بی‌دین و بیار است. منکورد به حد شرف انسانی از دست داده است که در روز تشییع جنازه والدین که باید طبق سنت اسلامی دایر بگردد فرار میکند. هم از صورت و سیرت زندگی غرب زده ترسو تقلید از بیگانگان است و خود خوسه، لختک و عروسک در دست آنهاست. جالب آن است که قهرمان ایماتوف نیز مثل غرب زده جلال آل احمد عضو از اعضای دستگاه رهبری است و به درد جامعه شوروی و فضایی که در ایران در روزگار پهلوی ها وجود داشت انا همان غرب زده های مصداق منکورد ها دوایند در ناخنک. آنها با دهول جامعه و جامعه با دهول آنها می رقصد و برتری دیدگاه جلال آل احمد در آن است که حدوداً 2-3 دهه قبل از ادیب قرقیز غرب زده منکورد را کشف کرد و همه فاجعه های ملت سربلند ایران را به علت ناتوانی و بی‌کفایتی حاکمان غرب زده زمان دانست. غرب زده یا غرب زده هایی که در نوشته های جلال آل احمد روبرو می شویم تحصیل کرده فرنگ هستند. اروپا و آمریکا دیدند و هر جا که بودند با چشم بسته گام برداشتند، مثل همان خر حاجی که به قول سعدی خرانه به مکه می‌خرامد و از آنجا خرانه برمیگردد. جلال از آن رنج میبرد که در این سوی عالم یعنی در ایران اهل پهلوی و در مجموع در شرق دسته بیکاره ها روی کارند، یعنی بیکاره ها به اراده ها، به اعتبارترین بازرگانان، گردانندگان بازار و اتاق تجارتند. به مایه‌ترین فرهنگیان مدیران فرهنگند. ورشکسته ترین صرافان بانک دارند. به لیاقت ترین افراد نمایندگان مجلسند. رهنیافته ترین یعنی گمراه ترین کسان می نویسند آل احمد رهبران قومند. حکم کلی در این دیار بالو پردادن به بیریشه هاست و به بیشخصیت ها، اگر نگویم برزیل ها و رزالت ها. آن که حق می گوید و درست می بیند و راست می شود در این دستگاه جای نمی گیرد. به حکم طبیعت از غرب کسی باید در اینجا به رهبری قوم برسد که سهل نان سست لجام است، اصولی نیست، ریشه ندارد در زمین این آب و خاک. به همین علت است که رهبر غرب زده بر سری یا سرسری موج می رود و زیر پایش سفت و سخت نیست. به همین سبب است که وضعش هیچ روشن نیست، گیج گرنگ است، هر دم در جای است، از خود اراده ندارد. غرب زده که جلال آل احمد 40 سال قبل چهره نگاری کرده است در همین روزها پیش روی ما گاه با لبخند، بعضا با زهرخند، با گونه گونه سر و سرعت جلوه فروشی می کند. استاد دانشگاه است یا دبیر مدرسه، هر چی هست، معامله‌گر بیش نیست. حرف او، صحبت یا درس او به شنوندگان چی می دهد این نکته برایش چندان مهم نیست. از دلالی، میانجیگری، تجارت، از هر راه و روشی که سود بر جناب مأمور یا دکتر در ناخنک برسد رو نمیتابد، اما او به مسجد هم می رود و می بینی که گربه‌وار طهارت می کند و گربه‌وار نماز می گذارد. گاه اوقات سخی، خیر و از حد زیاد مهمان نواز است، با آن شرط که از این مهمان نوازی در ناخنک بعدا نفع بر جیبش برسد یا منصب بگیرد. غرب زده ما دوست را و دوستی را، رفاقت را، صداقت را و ایمان را و اعتقاد را تنها به خاطر مال و پول و یا منصب احترام و حفظ می کند. او حتی می تواند به راحتی در آن واحد دوست را به دشمن و دشمن را به دوست عوض نماید، اما حین ملاقات یا در معرکه و محفل ها بوسه می زند، هم برای این هم برای آن و آن هم به آن خاطر که این دوست در ناخنک و آن دشمن نیز شاید روز مثل لاستیک احتیاطی به دردش بخورد. همه وقت در قضاوت نیک و بد، در مصیبت یار و دوست و در شکست و ریخت خاندان آنان تماشاچی بی‌طرف است. این مخلوق خاموش است و بعضاً پرگو. سکوت و حرافی و سخنچینیش
هدفمندانه است. در تگ هر کاسه نیم کاسه ها دارد. البته اینها مشاهده های پراکنده و ناچیز از این حقیرند در رابطه با غرب زدگی که اندیشمندان شوروی آن را منکورتیزم نامیدند. ما سیمای کثیف و پیچیده این اصالت باخته هرهوری مذهب ها را تعبیر از جلال عالی احمد است در تالیفات علامه عینی، چنگیز ایمتوف، البرت کوما و دیگر صاحب قلمان برجسته قرنهای 19 و 20 به مشاهده گرفتیم. اما به نظر بنده در این زمینه قلم جلال عالی احمد برنده تر و ژرف نگارتر از همتایان در بالا ذکر شده اویند. عالی احمد غرب زده را و خوی غلامیش را حتی مخوفتر از افراد جهان وطنی کاسموپولیت میداند و هیچ جاییش میخواند. از نگاهی پر جلال جلال غرب زده ترکیب است از افراد بی شخصیت و شخصیتش در ناخنک خالی از خصیصه. چون تأمین ندارد تکیه میکند و در عین حال که خوش تعارف و خوش برخورد است به مخاطب خود اطمینان ندارد و هیچ وقت دلش را باز نمیکند. اگر در غرب شخصیت افراد فدای تخصص یعنی حرفه شده است، اینجا در شرق آدم غرب زده نه شخصیت دارد نه تخصص، فقط ترس دارد. ترس از فردا، ترس از آن که وظیفهش از دست می رود، ترس از آن بینام و نشانی، ترس از کشف خالی بودن انباری که به عنوان مغز روی سرش سنگینی می کند. تحلیل گسترده، موشکافی ژرف و کشف 100 گونه چون و چراهای می‌بینیم در هر سطر از این رساله و دیگر از تالیفات عالی احمد و امید بران می‌بندیم که خوانندگان ارجمند ما در تاجیکستان از کتاب حاضر و در مجموع از آثار گرانمایه جلال عالی قلم تعبیر از رهبر معظم انقلاب است کمال استفاده را ببرند، زیرا به فرموده اکثر صاحب نظران آثار جلال عالی احمد به ویژه رساله غرب زدگی او هنوز هم در قله ادبیات مقاومت قرار دارد. میرزا شکرزاده، شهریور ماه 1391 خورشیدی برابر با سپتامبر سال 2012 میلادی، دوشنبه شهر. ادامه دارد.